همزمان با فرارسیدن سوم ماه مهر روز جهانی آزادی مطبوعات، دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یوناما با نشر اعلامیه از محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه تأکید شده است که رسانه‌های آزاد برای شفافیت، اعتماد مردم و حکومتداری خوب مهم است. در ادامه به نقل از رضوان اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و رئیس یوناما در افغانستان آمده است که محدودیت‌های گسترده طالبان سبب شده است که افراد مسلکی رسانه‌ها با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت مواجه شوند و با ویژه خبرنگاران زن به شدت از این خطرات و موانع متأثر شده اند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در مقاله گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم یکی از بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه ها است و طالبان به گونه غیر قانونی خبرنگارانی را که گزارش های انتقادی از سیاست ها و قوانین سختگیرانه آنان تهیه می کنند شکنجه می کنند. ده‌ها رسانه بسته شد، صدها خبرنگار ترک وظیفه کردند. در چینل های تلویزیونی نزدیک به 16 ولایت کشور نشر تصویری موجودات زنده را ممنوع کرده اند. گویندگان زن مجبور به پوشیدن ماسک در تلویزیون شده اند و ممنوعیت های شدیدی بر بخش موسیقی در تمام رسانه ها وضع شده است.